وقتی بهم گفتن کلا شوکه شدم. من الان توی شرکتی کار میکنم که کار مهاجرت تحصیلی دانشجوهای مصر رو انجام میده و خب وقتی که فهمید ما توی ایران همچین سیستمی نداریم که رایگان کارهای مهاجرت انجام بدن و که ماها بیایم، خب گفت ما میتونیم این خدمات رو به شما ارائه کنیم و من خیلی خوشحال بودم. چون یه شرکت دیگه بود باز همینطوری باشون کار میکردم، این خدمات رو ارائه نمیدادن. خلاصه که مهاجرت تحصیلی خیلی سخته و خب من خودم پارسال تو این پروسه بودم تا ادمیشن بگیر، تا ویزا بگیر و بیا و 1000 تا استرس بکش، ولی خب خوشحالم که الان میتونم خدمات رو با اعتبار معرفی کنم، چون که خودم اینجا کار میکنم، دفتر فیزیکی دارن اینجا و خب ثبت شده هستش شرکتشون و قرار که جزو 5 تا شرکت برتر اعزام دانشجو باشن و تمام خدمات اینا برای شما از ادمیشن تا حالا SOP و ویزا و اکامودیشن و اینا، همه این کارها به شما رایگان انجام میشه، برای شما یعنی رایگان انجام میشه. اگر خواسته به من پیام بدید و من براتون فرم رو پر میکنم، مشاوراشون باهاتون تماس بگم. من مشاور مهاجرت تحصیلی نیستم، من اینجا فقط کار میکنم و ازشون درخواست کردم که برای ما ایرانی ها هم این کار انجام بدن و حتی در مورد ویزا هم بهشون گفتن اگه مشکل داشته باشه ما با هوم آفیس در ارتباطیم و میتونیم هندلش کنیم. خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم. برام کامنت بذارید اگه نیاز به کمک بیشتر دارید.